خب اقسام عبادات تشریعی ما و شما در درس 34 هستیم و در درس 34 ما و شما قسم دوم عبادات خواندیم که عبادات های چی بود؟ تشریعی بود. قسم اولش هفته گذشته خواندیم که عبادات فکری بود و در این هفته ما و شما عبادات تشریعی را خواندیم که قسم دوم است. باز سومش عبادات بدنی میه، باز عبادات زبانی میه، بدنی میه و عبادات قلبی میه. ببخشید سوم عبادات قلبی هست، باز عبادات زبانی هست، عبادات بدنی هست و ششمش عبادات مالی هست. امروز در قسمت عبادات تشریعی اقسام از را باید ما شما بفهمیم که عبادات تشریعی چند قسم است. عبادات تشریعی از کجا میفهمیم؟ الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان شما در اسلام مکمل داخل شوین. اینال در اسلام مکمل داخل شدن یعنی تمامی احکام اوامر الله و نواهی کل از را بپذیرین، کل از را اطاعت بکنین، شما در اسلام کاملا داخل میشین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در حدیث شریف هست عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الایمان بدع و 70 شعبه. ایمان 70 و چند شعبه داره. خب پس اینال ایمان که هست 70 و چند بخش داره. خب این 70 و چند بخش داره. ایره علما در کتابا شما که مراجعه بکنین، علما امی 70 و چند شعبه را به 4 بخش تقسیم کردن. 4 بخش تقسیم کردن. گفتن که اعتقادات، احکام اعتقادی، احکام عبادات، احکام معاملات و احکام اخلاقیات. 4 قسم گفتن: اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات. این 4 تا، این تمام احکام الله است. اما اگر این دقیقا ما و شما بیاییم مثل که ما در پانتون درس میدادیم، باز علما این فعلا به نظام ها تشریح میکنن. نظام ها مثلا میگه چندین نظام است، باز این در هر سمستر یک نظام ازی در پانتون خوانده میشه تا که یک محصل ولو که دکتر است یا انجینیر است یا کامپیوترکار است یا علوم اجتماعی است یا ژورنالیست است یا روانشناسی هست یا تعلیم و تربیه هست، محصل هر بخش که است باید در هر سمسترش همیاره باید ایره بفهمه. و ایره اگر به شکل نظام ها بیان بکنیم، یعنی همین 4 بخش بخوایم مثلا در نظام ها تشریح کنیم، 12 نظام میشه. مثلا نظام اعتقادی هست، یعنی احکام که در قرآن و سنت است که مربوط به عقیده میشه که شما چه قسم ایمان داشته باشین، چه قسم ایمان به ملائکه داشته باشین، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شر من الله تعالی و آیاتی که دمی راستا هست، این کلش مربوط میشن به چی؟ مربوط به نظام اعتقادی اسلام میشه. دوم نظام عبادات است. نظام عبادات یعنی نظامی که مربوط به عبادت ها، یعنی آیات قرآنی که درباره عبادات فکری، عبادات تشریعی، عبادات قلبی، عبادات زبانی، عبادات بدنی، عبادات مالی هست. کل آیاتی که در این راستا هست این در این شامل میشه. قسم سوم مثلا چی هست؟ نظام سیاسی اسلام است. نظام سیاسی اسلام تمام آیاتی که ما و شما را در مورد حکم و حکومتداری و سیاستداری به این آیات قرآن که بحث میکنن، این کلش مربوط میشه به نظام سیاسی اسلام. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ان الحکم الا لله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یا کلش مربوط میشن به احکام سیاسی. دیگه 4مش احکام چی هست؟ نظام قضایی اسلام است. نظام قضایی اسلام تمامی آیات و احادیث در راستا که است که مربوط به قضا و حکم میشه، مثل حدود، قصاص، نظام خانواده، مثلا نکاح، طلاق، این گپا است. این کلش مربوط نظام اجتماعی اسلام میشه. چی میشه؟ مربوط به نظام قضایی اسلام میشه. در محکمه مثلا چه وقت یک کس خانم یک کس میشه، چه وقت اولاد کس میشه، چه وقت شوهر میشه،
چه وقت بالای از حد قصاص جاری میشه، چه وقت حد مثلا چه وقت قصاص میشه، چه وقت حد رجم، حد زنا این کلش مربوط میشه به نظام قضایی اسلام، آیات که در این راستا هست. این حال اگه کس از این آیات اطاعت میکنه و این قبول میکنه این مؤمن است، و کس از این که مخالفت میکنه و عوض از قانون دیگر میاره بازی شرک میشه. در چی میشه؟ شرک میشه در اطاعت. قسم ششم قسم پنجم که است، دو تا آیات بگیریم، مثلا نظام اعتقادی و عبادات، نظام سیاسی و نظام قضایی، باز نظام دو تای دیگر نظام اقتصادی و نظام مالی. نظام اقتصادی آیات قرآنی که مسائل اقتصادی رو بیان میکنه، و نظام مالی آیات قرآنی که مسئله مال میگه، کدام مال حلال است، کدام مال حرام است. در نظام اقتصادی مثلا ما کدام شرکت ساخته میتونیم، در کدام چیزا کار کرده میتونیم، کدام فابریکا را میتونیم بسازیم، زندگی اقتصادی ما چه قسم باشه. مثل وزارت اقتصاد آیاتی که مربوط به امور اقتصادی میشه، و وزارت مالیه آیات قرآنی که چی است نظام مالی رو تعیین میکنه که عایدات چه قسم باشه، حلال عاید حلال چی است، عاید حرام چی است، نگاه کردن از این مثلا چه قسم است سود چه قسم است. اینی نظام مالی هست. دیگر نظام چی است؟ نظام تعلیمی و تربیوی هست. نظام تعلیمی و تربیوی هست یعنی آیات قرآن که بر ما و شما در مسئله علم هست که ما چه قسم علم حاصل بکنیم، چه قسم عقیده رو یاد بگیریم، چه قسم علوم دیگر رو یاد بگیریم، کدام علوم سر ما فرض است، کدام علوم سر ما واجب است، کدام علوم سنت است، کدام علوم مستحب است، کدام علوم حرام است. کل اینی علومی که مثلا برای ما و شما در آیات قرآنی چیزهایی که فعلم انه لا اله الا الله، یا مثلا آیاتی که علما را برتریتش بیان میکنه که علمیت چی برتریت داره، و مثلا قرائت است، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، نون و القلم، الله متعال درباره قلم قسم یاد کرده، و ما یسترون و بنوشته. اینی چیزها که این نظام تعلیمی و تربیوی اسلام تشکیل میده. و دیگر نظام ثقافتی و فرهنگی هست که مثلا ما من حیث مسلمان کدام عید داریم، کدام عید نداریم، چی برای ما جایز است، چی را جایز نیست، فرهنگ های قدیمی را کدامش بپذیریم، کدامش ضد شریعت الهی است. این نظام فرهنگی میگه. دیگر نظام اجتماعی هست که نظام اجتماعی که مسائل اجتماعی را بیان میکنه که مثلا حق مادر چی است، حق پدر چی است، حق اولاد چی است، حق دختر، حق پسر، حقوق والدین، حق همسر، حق خانم، حق شوهر. این در نظام اجتماعی داخل میشه. و دیگهش آیات و احادیثی که در این راستا هست که چی هست؟ و بالوالدین احسان، و والدین احسان بکنین، و با خانمتان مثلا چی حق شبتین، و میراثش چقدر میرسه، و مهرش چقدر میرسه. اینی کلش آیات قرآنی که در این راستا هست. این مربوط میشه به نظام اجتماعی اسلام. دیگر دهمی نظام اخلاقی اسلام است. نظام اخلاقی اسلام تمامی آیاتی که درباره اخلاق است، مثلا واصبر، صبر بکن، یک اخلاق است، و انک لعلی خلق عظیم. اینی کل چیزا که است بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه و اخلاق ما را بیان میکنه، و اخلاقی که با الله چه قسم ادب داشته باشی، با پیغمبر چه قسم ادب داشته باشی. مثلا این مسائل نظام اخلاقی اسلام است. و بعد از اون دو تای دیگر که هست نظام جهادی هست و نظام دعوتی هست. نظام جهادی اسلام آیات قرآنی که به جهاد امر میکنه، دفاع و دفع و مثلا نشر اسلام و جهاد کردن. و دیگر دعوت اسلامی است که آیات قرآنی که درباره دعوت اسلام است که اسلام مثلا میگه که مثلا ما و شما چه قسم دعوت بکنیم و چه قسم مسلمان ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. به این اساس این احکام تشریعی 12 قسم شد که اطاعت از این احکام تشریعی اطاعت از الله است، مخالفت احکام تشریعی مخالفت از حکم الله است. ایمان داشتن به این احکام الهی توحید است، به عوض از این احکام قانون دیگری را آورده و جاگزین کردن و پذیرفتن این شرک است در تشریع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.